دمتگیر غندر دهنت زبانت غنده گذر بلا رنگ ای توبه آقا بیگرز تا نمیشه گربش ویغ نمیشه تا بگرز خدا تقر یه آدم یه خارفتن با میمان تامی نیمی بیچاره کمپیران مورد میاد دم گیرد دیه وای خدایی این با داریم آب چینجه به کلیه کدام آندسی ها همین بچه ها بخشم نیدیه برای نوی تازی هم تو خوش روی بیکار کرده کاغذ چسبوندم میگیرن این کدامش ماشینش میفروختگی به فکرم دیه خانه‌شت ماشین میفروشد از آدم ها توبه هفته ماشینش اینجا به کلیه که دست می یک روز همسایم کجا به زنگ زد دیه چشمم همون نمرش دیداسه بود شانی تاکسی آمد حاضی یک بار همونه گیرم چی حاضر بکش کنم چی نیویتان با ما یک نفر زنگ زده ایستادن. السلام علیکم، شرکت تاکسی احروری گوش میکند؟ استاد گازن نفهمیدم که پتا شرکت تاکسی احروری گوش میکند. چی خدمت کنم؟ تاکسی کی گفتی؟ احروری. وای اینجا به کاغذی تیزه بگیمی وای بالاش من نویستگی این تاکسی نویستگی اقراری نه خاله جان اقراری نه احروری گوهر خالت از اینو سالش هم شبت چشمام خیره دیه بچم حاضر هی بود است قینیه من اقراری خواندی همورگه احراری بود است آید رفته نفقه گرام بیام گفته تلفن کرده بودم گوه بچم مایل شو خاله جان سراغتو نگب زنید سراغی من همین داری خوش رو جیگر رنگ در خاله جان وای جیگر رنگ حاضر همه جو به هست انیق کرده گوید روی حوالی با دو تا ارچه تگی داری ما به آبا وای ارچه حاضر تمامی شهر به هست خاله جان انیق کرده گوید سراغتو نه خونم بیاخی؟ خونتون کجا با او خیر؟ همسایه نه سعید می تاکسی به تلفن کردم گوید مور گوید ادریس ما چیزیه؟ 64 2 19 19 بود است 19 فهمو ارزش خدمت رسانی بیبار و به انتظاری 150 سومونی میشود قبول کنم 150 دیرم داره بیا نرخ اتوبوس مردونه کنیه میگه تیز بیا نه خاله جان شما منو نفهمیدید 150 سومونی یک ماه نفقی مامی آخر خاله جان ارزش سوزشواری خودتون میدونید که طرف بالا رفته ایستاده است وای توبه کردم توبه خی بیا چی یک علاجش میشتگی تگی آفتامده معنی سرم جوشی تسز بیا قبول خاله جان حاضر میروم قبول بینندگان عزیز و ارجمند نیویتان امروز یک نفر پیدا گردیدند که با ما به جای سفر کنند و ما تاکید مدام گفتنی هستم که نیویتان موسم دومی لایحه تاکسی احروری از تلویزیون سامان شروع شد اولین نفری که با ما میخواند به جای سفر کنند در موسم دوم پیدا گردیدند ما براه میبرایم بانگ به چی؟ بانگ به آچریت کلان من بانگ به نمیرم او اپرات به میمانم گلدور خداسی میباید تلفونم با جواب دیم الو خاله ما آمادگی کنی تو ما پای دشتیم هم جویو من همین دستی رو سینگاپور هست حاضی من خودم توی مییاوم حاضی استا حاضی این زینه پای اسنده نیست این طرف انده های وای بیا السلام علیکم بچه خاله نقصه درست می تو خود ادمی رسا تشویش دادید خاله چه خیل با تشویش اقلا سراغتون انیق کرده نمیگوید آخر من همجی دیده که که جیغ زنم بیا خانی من هم اینجا 150 سامانه تو می
من خلاجان من رفتیم من کجا رفتیم سمکی خالت گیر من میبردارم یه 150 تومان تو میتی همه آخه سمکه میه برداری ضرور بیاد خوده که من بشته میه بری ها طرف سمکه گیر بچه خلا مالش تی سر رویم قبول توبه 150 سامان تاکسی وای توبه خلاجان چی به خیر رفت سید جانی خاله توی هم 150 سامان به تاکسی زکست کنی را عربی ها دیگه چه میشد ها خب تیسر انتیمو ای خدای رحکی راست بیاری نمیشد هوا 150 سامانه تا بالاهای زینه پایه ها به نبر آورده کمپی را خاله جان من باید به دیگر نفرها خدمت کنم انتیمو هیچ کم نی طاقت میشی نهازی аз бар кардани либосҳои зебо ва хушсифат барои мардон таровату ҳаловати нотакрор мебахшад. калонтарин мағозаи либосҳои мардонаи асл дар шаҳри хуҷанд аз навгониҳои баҳории худ хабар дода ба хотири эҳсоси рангин ва хушҳолии шумо беҳтарин намудҳои либосҳои мардонаро аз брендҳои машҳури туркӣ пешниҳод менамояд. лаззати табиати зебои баҳорро бо либосҳои босифати мағозаи асл таҷриба намоед. аслӣ будани либосҳоро мағозаи асл кафолат медиҳад. این از بس که نقلیات ما ایتیادی شوروی که هست راندنش هم کمتر دشوارتر خاله جان ایتیادی شوروی گفتی مامدی جانی خاله من زکیستان خیلاکی رفتگی اما قد یک جورشان بود بای پولدار بود یه شهر با زفراجش بود سوب آلوچه آب بایی هوای زکست کندن گوه آمدیم من اکو پسان شدگی کلیم پاشا من یه چیز فراش بگو یک لوخته که انم تر دست خوش هم تکر بخت موندی انگو اجایی سکسا حاضر همه یاشا ماشینی سفید میشینم ماشینی سیاه میشینم لینتش این خیکر بندد گلش این خیکر بندد یه شینو رو شوکت خوشبخت شد هم تو مینیه؟ همینه گویی؟ دوره های مانده همین دوتا کتا که شوه میکدیم یک تا کسر ما بود یک تا کلوش همین قدر خوشبخت شده یک گل فرزند داشته برفتیم بچه حاضر یاش جوانا فهمی توی نشده بازار ببرند داماد منه 15 قبر کتا میخرده از سرات همان داخل و خونت به تاسانداخ میشینی میگیریم همینه گویی؟ خبات تقریبا میخرد و میدوزاند همین یک ما آیل دار شدگیش به نگذشته کته پوشت نمیدارد کته و خب خاله جان اما کم چی کار هستند؟ اما که بچه هم باید آبیل بنویسنده کار میکنن چی کار میکنن اونجا؟ دختر؟ دختر گفتی ما هم دیگه وای اما که دختر میشود من خودم خیلی که حکده میگشتم چی کار میکنن اونجا؟ بیمارخانه ولایتی؟ خیلک پولچینک خیلی تو با این ها رو دیگه تاکی دربه آهن ماندگی ممکن میه بعدارم پول میتید ممکن میه پوشنگ با همه خیلک دارند چند سال است که شما با امکی عزیزی ما زندگی کرده ایستاده؟ و این شمردی هم گوه خالک گردد این شب شمرم پاکه تلفن کده میگم خلصمی همین سالا گذشت جانی خاله من تو شمره گو خوشم نیه که من مکتبم خواندگی نیه جانی خاله خب خاله جان عزیزم جانی خاله شما گفتید 300 سامانی نفقه میگیرید 300 سامانی گرفته بود نصفش رو این روز با ما میدید اکو چی لاجنگ مراسبه می آمده کسی ما آخر نخواد دعا در کار نباشد البته دعا در کار مبلغ در کار یک دست ما بردارم 50 سامان بچه هر چه بردارم 100 سامان به دست دعا کنید امروز
بیا دست بچم که میشه داخل دعای کفی دست بگریفته کنی من هم تو درستن اثرت دعای خالی کدن از دکار گفتگی شما گفته سوزی خیلی یک دستم 50 تومان یک توی دیگرش با 50 تومان آها دعای هم تو بیا دست دویگر دعا همه ثواب میارد بچم نه ما شما نکا اگجا دانیتان یا اخوا حلاس کده قبله میگیریم تو بلا خاله با وقت تبم بولیده شد بعدی که من شما نشستید بعدی که من صحبت های عجایب کرده شدید تبم بینوید بولیده شد منم همچی تبم بولیده شد همون دوره های عروسی نبودگیم تمیزت راجبش دیگه یادم با امساس بچم خاله جان با خود دیگه یک صحبتی مو رنگی دیگر گیره یک سفری مو عجایب شود یه سودم خدا میدید می؟ وای سرود گفتی و ماندی من هر زمانده یک امکت بخوانده میدادم یک تبم خوانده میدیم بیا یک مزه کنیم از آموزی خورمی شما آفتابی بلند میسوزد سرم دیدنی شمارم یه جای دلم آفتابی بلند میسوزد سرم دیدنی شمارم یه جای دلم یارم جان تا قربان تو زنده باشی من هم زنده یم یارم جان تا قربان تو زنده باشی من هم زنده یم این سرود تو بخواندگی با دلات گب نکند این سرود هر زمان من همه کرده میخوانم شبابا گم شده تگه میبیاد همین سرود خوانم با یک خیلی بدخ کار آمدم میگیرم عجایب خاله جان از کدام سراینده بود من باری اولشون نیستادم این سرود رو این سراینده ها دارم که هماشان جگده چینی شفتال خوری هانده من گفتن که شما نمیشناستم بچه عجب سال زمانه ها گذشتیه من شب و روز کار بود و دوره های ما اسیمین بود اسیمین 3 تا 4 تا اسیمین کار میکردیم بود سهر که میرفتیم تا بیگانی کار میکنیم بیگانی به با دیگه میرفت بود بیگانی که تا 12 شب کار میکرد 12 شب با دیگه ها میرفت بود من میخواد اسیمین بود بود بچم خودی رنگی پا 2 ساعت کار کنه حلال میشه توبه کدم توبه الله که منشه میبندی مردم یک دم گیرم سرم اینجا دستم توبه وای دوره های مانده درد سرم نبود دولین این برو آمد نبود گوه بچه مانده شده من عموما هیچکی ازش به نمی آورد من یک چون جوانی پر انرژی گویم عینی در وقتی جوش و خروش چیزی چی؟ پر انرژی یعنی پر قوت قوت گوه دیگه گپاری خیلت باید بافکین من با نگوه من شرمی دارم اجایی توبه نمیفهمم این خیلت گپاری من خاله جان یعنی من در نظر دارم که در عین جوش و خروش خاله جان مثلا برای من شوق‌آور بود که شما باری اول با عمکم چگونه واخوردید و اولین سخنی که برای شما گفته بودن چی سخن بود چی گفته بودن وای بچم عمکت که یکم بار ما خودی تختندشی نشدگی تخت چینی با من دختری چکان بودم چیستی چالاک بودم همین سرود میخواندم کشم میبرفتم پشتی من دخترها حرکت کرده رسانده رویم خالم و خوهرم به ارتدگانم به گفتم من میکدم ایچین و من چند تا باید پیشگیرهای پوری تخته میکدم که عمکت ثانی من دیده دروه که همون پیشگیر بهانه دیدار غنیمت که گفا آمده که وای دختری خشره من شمای بارتانو برده تیم گفته گوه دیویژینی میکدن گویو اکو وای وقتا با همی گفتیم دیه تاشپرانو که چشپرانو میگفتیم حاضره نبیره هم دیویژینی میگوه اما هم من هم این کلمه یاد گرفتم که دیویژینی گفته همون دوره هان ده گوه خود همون عمکت که شناس شدیم سانی اکو وای عمکت عادیگه مکتب بودن من عادیگه مکتب بودم دوری مکتبی مانده میبرده کورکنی و میبرد تخت خشاوی و میبرد تخت چینی و میبرد حاضره ها به تخت گویگر این پخته چیزی میگوه توبه حاضره ها تیار خوردیه خب پیش شما اومدن چی گفتن؟
پیش شما آمدن باری اول مانکو یادم نبیا اصلا برای نفرانی که ما رو تماشا کرده ایستادن برای همون نفرها هم شوق آورده اما کتم شوخ بودن آمده یکم بار گفتگی که بشم شاه دختر شکار دختر شاه دختران روی قلب من بینما شوم با تو غلام ستندی مدام وای مورم دیلم تپ زد گویم حالا بکده همونجا به بیهوشی ده خطی تخته ده افتی هم گو اما که خم شدم منو برداشته هستیم و بردارم گفته حرکت کده هستیم خیلی باید دوگانم به آبش بده چارتا آبسته منو هشار کده است گو این خیلی کارا شدگی وای همون دوره های آدم به بیاد من میگم زد دوره ها بود دستیه خاله جان امروزه عشق و عاشقی جوانو به شما چی میگوید؟ ما یک طرف نه یک روز که خانه های بلند و این یک دوگانم همونجا به کلیم فراور ندیه رشبه جیغ زد گوه رفتم گوه بای خونی بلند پایینش باغ بای گوه بچه ها دخترها که آمده همون باغ انده صحبت کدشته گوه یک باره گفاشان گریخت بای شب تا شب زنادنی دختر بچه زدست بچه دختر زدست و تا بکنم تا به عجایب کار و زمان و سال و زمانه ها دیه هم تو بیغوچی شنیده گوه بلیکان با برو آمدیم بلیکان با این خیلی عجایب بالکن گوه اکو همه خیلی میگم بخون دیه و فهمیدگیم همین برو آمدیم گوه وای نگاه کنیم وای شب تا شب دختر و بچه دختر بچه ماندنیش نی بچه دختر ماندنیش نی یاد ریکش زساف ای پدرات بر رحمت گفتم یعنی شب گفتم بذار میلیسه یزی من آب میکنیم گفتم یه بیاد گریخت گوه بچه گریخت با دختر بچه با اکونی بچه دلیسا توبه کدم توبه اکو من نمیدونم من به تاریک بهان چیزیه که بکارش بود چیزیه مفتیتش نپختی نشه که من نمیدونم گوه عجب سال زمان آدم ماشین مول گوه این مورم تلیفون شد من با از با جوابی هم هاتی علیا کلیم پاشا کرام دید می حوزه ها گفت می میشناسید و کلیم شما میشنافتت گوید کلک بایتان ماشین آتانی شما نکایا شلابه پشتگی آنمانده نیه بای حاضی من نفقه میگیرم میه بیا خود کدان گیرید کلیم باشا دل جستی خودانو پختان گیرید من با همون چی که باشد خورده میگیرم زهر می قاتل می میدانید کو خیر من مول بند نکنید این شلابه پشت من که دیگه افساده بودن آتید خیر توبه کلیم باشا کلی نمام گوه همون بر خودم کافته یافته سرمیش کده همون دوگانهای خودم من بیرشی کلی کده که خداشان تربیه کده گی گوه جان مایلش کلی نتون یک طرف بگی تلفن نتون این چه تلفن خانگی نیم چکال خانگی نیم تلفن دستی نبود دست کنم این دست ما ده کنم دستی هم منم سوم کمانده یک بار بینم مایلش این تلفن خانگی یا این تلفن دستی به خود بیهوده جابود با زنگ نزد کنی همه مردکا من به تلفن کرده اینجا بیجا بود شما کی گفته من دیل بزن نکنه من فقط در جای درکاری به گم میزنم یا آندی تو بکنم تو این بای بازگوش نی شما من باری اول دیده ایستادم که تلفن خانگی و تلفن دستی تبدیل یافته است اکنیشه من نمیدانم بچم خود این من نزدیک میکند گپ کامم گفته میگیرم دوگانه هم بر همینش من بس یک ده به شما و یکون نفر من خرسک نزده بودم فقط برای شما خرسک زدم یه باور تو اکو از خرسک زده هستی هم گفته روی گرمی دیه یک تو 50 سامونه تیت گفتن اچی شما با نقشه همون مبلغ رو ندادنم دارید چی؟ یه
چی من فقط دو دسته بسته از تحت دل دعا کردم 100 سامان با حالا جان التماس ما هم راهبر داریم ما هم باید ثابت کنیم اگر راهبرت هم دعا کنم به تو صاف 150 سامان معلش راهبرت به 150 مینوز میکنیم شد آها در نتیجه چند پول میدید؟ هیچی تو به خرد نگم بچم 100 سو هم انی توی دعا 50 سامان دعایی راهبرم 150 سامان صاف هم خیلی یعنی التماس من از معاش خودم ندیم التماس خاله جان انا بچم همینجا ها بدار انا میجنه بانک مخای او ما چشم فرو آمد قبول من انتظار شما شما خاله جان میستی می تو من به یادم نمیکنی می روام هم رو تا ما به این خلق میمونمو بعضی آدم ها ما به گرفته میتیادیه بچه این خیلی خلقاشو من قصف هم نمیرم خب مالش فقط پیستر خاله جانم رفته یعنی خاله جانم مرمت سمکه مقام فرون انا سانی من به میتی حالا جان من همینجا بانکمات هست انیغمی؟ هست بانکمات گفته دیگه چیز به نبر نامنه نه خاله جانم بانکمات گفته السلام علیکم قطی پولتیه که اینجا بمی؟ رحمت وای گور پیری شود بچم همین سمکم خانه بمونم میگوام با دیلم نمیشد آمدیم می؟ آزی بچم آزی میابم میشه فقط التماس تیستر من باید دیگر نفر رو خدمت کنم خاله جان ما اینه کشا چی؟ کشا گم نکنم گفته بسته میمونم بچم این نبیره ها دوزن من ادا این تالاری زنونش چی با خاله جان برای شما؟ اینه پنجشنبه دادن دخترا یا خاله خودتان به هم نگاه کنید هر زمان دبید ما فسان میکنیم گفته کجای فسانی ما اینه قب اینه شه ما اون که می قبض میتونی می خاله جان کدتون چند؟ پشتیم بنوشتگی همه به نگوه خدا دانشو خاله جانم نیویتن مبلغتون هم گرفته انا رحمتی کلام بچم رحمت من این به پیچانه رو برای محکم کنم اینش قب اینش من باز خانده میگوی چند پول دادگیشه خب قبول مالش رفتیم خاله جان من نقلیاتی ما من رفتیم تو نقلیات ما یا بر بازار به دراییم استا بازار به دراییم یک دو تا یک پمیدار و دو تا بادرنگ و یک تا نان میخرم من خاله جان من رفتیم من اگر رفتم گذشته میگیرم بیا من راه کردیم بیا یارم چی همین مبادا بی مالا اگر باز می نشود دگر مالا است بچه خاله جان برام بیا بچه گور پیری شود مونده شدم نانای روغنی بالا رفتیم بچه من نانی روغنی نمیخورم تربیه میشم نانی آبی میخورم آبی همین می 2.5 سامان 3 سامان گفتن گردی آخر 2.5 نگفته از این بچه من سلفان چی نه من خاله جان تاشی نکشم چند کیلو بادرنگ حاضر من کیلو نمیگیرم بچم ولی کیلو گیرم همش این خیل میشه من سیلیجی گفته دو میخورم از من اینا بپلشتی همه نگاه که سادگیش نمی دو دانه تیه بچه دو دانه کدامشه من این یک تا انا این دو تا انا این یک سلفانچه باندوز دو دان پمیدار تیه بچه نان نماند نیمی شب خانتام نبیام نانم تید گفته سفید چای خانند خوردم یه بیار آشو روغنی زغیر روغنی دنبه من مردنه سلات خوری حیاتم این بچه انا اوای خیلی با خورم یه گامو اینجا بلق میجوشد نان خورم مقصم
چیزی این که بچه می رولتان شمیمی باید بلا رنگی نبیره هم نمیخورد گوه نیه من هم تو پرسیدم نیه نمیگیرم نمیگیری من؟ با دانش نکشه نه نکشه دانشه با در اینگو پمیدارش نافتد همه گذر رو تا پشت گذر درکشو تو بسم الله سمکمتی همین سمکمتی بسم الله خدای گوش کن بچه‌م سمکم همه جا ماندگی نه نفقم در نوشندگی گم نشود همه مانده ها شین های کن برفتیم شین بچه خاله طرف زودی کنه ماشین تخیلم وای آنچه بیوقت شده بعضی وقت امکت به وقت آمده میمانن بناگو من خانه ده نباشم اگر سانی جنجال دیه کجا بیگردی کامپیر گفته میدانی کو من کامپیری سال شوخ بودم با امکتم خوابر میشه یا گو همین اپاراتش به میبی همین یشکش کار نمیکند گو یا پولش نیست همین روز همین ماشینی دل درکتی تو بشته آمدگی بودم به می بخاصیت بود از ماشین چد در پول داد و اپاراتش شما برای 150 سومون زیخنگی میکنید نفقه خور شوی بچم سانی میدان 1 سومم تو به پول خب بیننده‌های عزیز و ارجمند همان افرادی که الان ما رو تماشا کرده ایستادند این همه حرکت ما تنها برای تبسم کردن شما بود امروز مسافر ما برای شما شناس هستند یعنی این چهره به معرفی نیاز ندارد ولی به هر صورت ما بار دیگر اسم و شرفشان رو به زبان آوردنی هستیم سلایمان ساidgoziev بار دیگر السلام علیکم دیگه تای کنید محمود خان کنارتون پیشترن پایدیش تا تعریف شد سلامت باشید من امیدوارم هستم که این همه حرکتی ما توانست که کم باشدم بیننده‌های عزیزی تلویزیون سامان رو به خنده آورد سلام و درودی به پایان پیش از همه برای نفقه خورها مادرها پدرهای عزیز و بزرگمهر اهل تماشابینان مخلصانی عزیز و ارجمندی تاکسی اقراری احراری محمود خان همین 150 تومان دیگه راست میاد دروغ می حقیقت اگه ما باشم 150 تومان میداد که باشم میفرام لوچم رهنده نه فروید من میدونم که برای شما 150 تومانی مبلغ اینقدر ارزشی کلان نداره نه این عوض کردن نه الهی همه خیلی شود موبایل شود و محمود خان هر ما تقسیم کنه گردیم باشه بچه همچه که بدار سری را بدار بشی وی خانه با نبر همه کرد بینت من ادا الله که خانگی ها خبر کشتگی این تاکسی احراری کتی برفته خب من همینجور من کنم میشه قبول اناکنون ما باید دو مرحله مهم رو پس سر کنیم این مرحله ها یک مرحله های عنعنوی شده است با برنامه ما این هم باشد یکی گذراندن یک بازی عجایب دیگر بازی کردنی راننده خاله که راضی میکنه یا همین قدر راه برفتم دیگه شه یا خاله جان بازی باشد بچم امکتم جیغ میزنم امکت کتی بازی میکنم نه وای بازی ما باید فقط با اشتراک خودتان گذرد خوب شده شما آماده من فقیرشی ما همینجا هست انا افسانه شروع کنم بچم انا آغاز میکنیم رفتیم بود نبود بودگار بود زمین نبود شدگار بود یک مرد ارزنکار بود برای خوراکخوری همه وقت باید تیار بود یک زنی داشت آن زنش نهایت معلمه بود خب بعد دست روچکه را گرفته همه وقت برای فرزندان مردم درسی نو تیار میکرد آمادگی میگرفت معلمه پگاه روزی بر وقت میخست و برای همان مردی که پرخور است اول یک دانه والریانکه میداد تا که روزی دراز دلش نفس کار کند انا در وقتی درس دهی یک دان از همین والریانکه هم خودش استعمال میکرد و انا بچه ها را به تگ داسکه برآورده
خطهایشان رو چین میکرد که روز به روز فرزندهای مردم قامت کشیداسی هم یا نه میگفتند. انا همین چینکهایش را همش را به یک دفتر علایده خودش قید میکرد. در وقتی قید کردن انا خطاگی میکرد و همون ورق را کنده با انمین گرگی علاب سر داده به پاروب میپرداخت. بعدی درس های خود را گذشته شدن باز سمکه خود را گرفته به خانه برمیگشت. دست رویهایش را شسته با انمی کریم زیبا بر رویهایش کشیده و نزد همسرش خودش را آرای تارا میداد. در وقتی آرا تارا دادن انا شوهرش داد و وای میکرد که همین روز دستانم از کار کردن لخ لخ شدن. انمین ایزلینتر رو گرفته به دستهای کفیده شوهرش میپیچانید و شوهرش را کسلا داده هیچ گم نداده جانکش انمی پوست تا نغز باشد در رب باز به جایش می بیاید گفته از پی خوراک پزی می شد. خوراک را می پخت و پخته ایستاده به شوهرش می گفت که کارتی بجاییم سیم کارت دادا جانش همین رقمی منبع بسیار ردیتیل ها زنگ میزنن بیاید همین رقم ما نو کنیم. یک سیم کارت نو آوردم همین تلفنم به مانده تید گفته سیم کارتش را علیش میکرد. بعد چی میشد؟ مناسبت زن و شوهر چی میشد بعد؟ نهایت مناسبتشان بسیار هم با هم خوب و گوارا بود. پس از خوراک خوردن آنها با همدیگر صحبت می آراستند. مرد آیدی کارهای زن پرسان می شد، زن باشد آیدی کارهای مردش پرسان می شد. خیریت چیزا نماند نه تمام هزار رحمت برای بهترین افسانه‌تون. سلامت باشید. سلامت باشید. خب نختم ولی رنگ تیمی خودتون با نه معلومی. خب رحمت سلامت خب باشید. خاله جون در عزیز اکنون چند کرم میکشاید من فرام نه حالا در نمیکشاید. چی با؟ پرداختی مبلغ هست اینجا. کدام پرداختی مبلغ؟ 150 سومونی. این شوخی نمی؟ نه کدام خاله جون ما با شما موافقه کردیم که 150 سومونی باید مباس بوده. اما خاله تا که موافقه کردید من که تا نه خاله جان گفته شما 150 سومن روزی میگرفتگی نه سلیمان آقا 150 سومن شما برنامه به من دعوت میکنم این کشتگی میها برنامه به من دعوت میکنم گفتید میبید اشتراک میکنید گفتم هم حیلش من دیدگی گفتی همه دیدگی من فکر کردم که شوخی با چه مردم فکر میکنن این کار شوخی ده من هم فکر کردیم که شوخی 150 سومن هم تو میگویید که گفته چه خیلی نی آخید من پولی بیده میدادگی من شما با روزی دراز آفتابی گرمده حلقه یک قلد آبم دادگی تانی آمدام دکو کار همیم 150 سومن من بادرین که فهمداری خیلیتانم خودتان گیری خورید خودتان پولش شما دادید من نانتانم گیری من تلفن کنتانم گیری من تپید حالاش که بیم 150 سومن تید 150 سومن تید آزی پسرم میگم 200 سومن میبیاره مورد تو دمادنی داری برنامه بوده برنامه این برنامه حضور کرده خانمات خواره هم بهتر نمیگی از این درک شاید این در این چیکار کنم این درندولیت این تراکتور شدم خودم آز من تلفن میکنم پسرم 200 سومن میبیارد 200 سومن بس می 150 سومن کفایه سلیمان آقا من شما 200 سومن گیرید و دیگه من برنامه افته جیغ نزنی سار شد بود است چه سار نمیشد سر میشد 150 سومن گوشت میخرم روغن میخرم دیداسی گوشت کیلوش چند تمام من روزی تو شما صاف میشین دیگه برنامه‌تون جیغ نزنید مایلش قبول می تمام خیر سلیمان آقا می خدمت کردتیم با من شیخ من کارتام گرفتگی میسم بروم دست شما کارتی دیده بودیم نمیدونم من یک سر سلیمان آقا رحمت شد رحمت
من با مبلغ در کار نی رحمتی کلام گوش کنید درم من به فیل کر شما در کار زبدی نکنید مختصانه من این ساعت من این 50 گفتگیتان 150 من این اوی یک گله دهی این یک دو تا نگوید با اوی شما به چای پولی من سلیمان کو رحمت من شما دیگه من غیغین گفته این بودو و بودو برنامه هم بودو گفته جیغ نزنید سلیمان کو سلیمان کو سلیمان کو من با مبلغ شما در کار نی رحمتی کلام من بیام بیهوده کاری بیهوده شما در کار نی 150 تومان اگر فیل کردی میدادگی باشید رحمت می فیلمی به فیلمی به فیلمی گفتگیتان دادم میکو 150 علایده و یک چای پولیتان همین کتی ما گپ زنان 150 بود من گوش کنید اوی من چیزی دادگی من گشته نمیگیرم یکمشین کی فهمیدن دوباره دیگه من جیغ کلمه رنگ نکنید من برده هم من پیاده میخوام خودم میبرم خیر